در موج برنامه اطلاعاتی خبر. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی موملی در پکین در مراسم افتتاح نیم پیکره ابو عبدالله رودکی اشتراک و سخنرانی نمودند. تاجیکستان وطنی عزیز من، در دوره دوم این آزمون در بدخشان 342 نفر اشتراک دارند. رئیس ولایت سوغد رجبوی احمدزاده خواستار دستگیری بیشتری استعدادهای نودر شد. بر اثر صدمه نقلیاتی در ترکیه 12 نفر هلاک شدند. بر اثر سوختار در جزیره ماوی گوایا بیش از 1000 نفر بیدرک شدند. با شرح بیشتری این و دیگر خبر و رویدادها با شما هستم مرتبه رحمان و سلام. 22 آگوست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه رستمی موملی در چهارچوب سفری رسمی به دانشگاه زبان و فرهنگ پکین تشریف آوردند. اطلاع داده شد که دانشگاه زبان و فرهنگ پکین یکی از قدیمترین و بانفوذترین مؤسسه تعلیمی چین به شمار رفته در سال تحصیلی 2022-2023 در آن 9000 دانشجویان خارجی از کشورهای گوناگون جهان تحصیل می‌نمایند. در این دانشگاه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاح نیم پیکره سردفتر ادبیات کلاسیک فارس و تاجیک آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی اشتراک و سخنرانی نمودند. موردی تاکید است که لایحه نیم پیکره در موافقه با سفارت تاجیکستان در چین و آثارخانه جینتای چین از جانب هیکل تراش معروف یوان سیکون آماده شده است. در پای سنگ نیم پیکره با زبانهای تاجیکی، چینی و انگلیسی سطرهای زیرین بیگزند از اشعار استاد ثبت شدند. تا جهان بود اثری آدم فراز، کس نبود در راه دانش بنیاز. دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. دیروز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان دوره دوم آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من آغاز شد که شماره عمومی داوطلبان 342 نفر را تشکیل می‌دهند. در این باره امید خاور با استناد به شعبه فرهنگی ولایت خبر می‌دهد. یادآور می‌شویم که حجت‌های غالبانی دوره دوم از جانب هیئت حکمان با سندهای رسمی تصدیق شده برای اشتراک در دوره سوم به کمیسیه آزمون پیشنهاد می‌گردند. باید گفت که به نظامنامه آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من که طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 فوریه سال 2023 به تصویب رسیده است تغییرات وارد گردید. این تغییرات از وارد نمودن نویناسی‌های صنعت تصویری و دیزاین با آزمون مذکور عبارت می باشد. طبق آن امسال در آزمون نه تنها آموزگاران و دانشجویان دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان بلکه تمام داوطلبان دارای قابلیت بلند ایجادی چهره‌های زیبایی و فر در ساحه صنعت تصویری و دیزاین اشتراک نموده می توانند. رئیس سوغد ضمن قدردانی آموزگاران و خوانندگان اظهار داشت که آزمون‌ها نشان می‌دهند که در ولایت استعدادهای نادر به وای رسیده ایستاده است. نزدیک 50 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی غالبان آزمون و المپیادها و آموزگاران آنها 345,000 سامانی مکافات پولی گرفتند. در این باره دفتر مطبوعاتی حکومت سوغد اطلاع داده افزود که مراسم قدردانی با اشتراک راهبری ولایت رجبوی احمدزاده و وزیر معارف و علم جمهوری رحیم سیدزاده صورت گرفت. رئیس ذکر نموده است که محض در نتیجه زحمت اهل معارف و مناسبت جدی و ایجادکارانه آنها خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی ولایت در المپیاد و آزمون‌های جمهوری و بین المللی جایهای افتخاری می‌گیرند. همین طریق در وضعیت تنتنوی به 30 نفر کارمندان ساحه معارف سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت به 10 نفر نشان اعلاچه معارف و علم تاجیکستان و افتخارنامه وزارت معارف و علم سپرده شد. در نتیجه برخورد اتوبوس با صدی در راه گذاشته در ولایت یوزگات واقع در قسمت مرکزی ترکیه 12 نفر هلاک و 19 نفر زخمی شدند. در خبر آمده است که اتوبوس مسافربر که از ولایت سیواس به استانبول حرکت می‌نمود با سبب‌های نامعلوم در برآمدگاه ناحیه سارگون ولایت یوزگات از راه بیرون شده است. وزیر عدلیه ترکیه یلماز تونج اظهار داشت که مرافعه سودی آغاز شده است.
воли ҷазираҳои Гавайя ҷошгирин изҳор намуд ки бар асари сӯхтори харобиовар дар ҷазираи Мауи беш аз 1000 нафар одамон то ҳол бедарак ҳисобида мешаванд. амалиёти ҷустуҷӯю наҷотдиҳӣ идома доранд. бино ба иттилои воли тақрибан 1050 нафар бедарак шуданд ва амалиёти ҷустуҷӯю наҷотдиҳӣ боз якчанд ҳафта идома хоҳад ёфт. ӯ илова намуд ки ҳамзамон зиёда аз 100 нафар аъзои гурӯҳҳои ҷустуҷӯи наҷотдиҳӣ ва 41 саги омӯзонида ба корҳои ҷустуҷӯӣ ҷалб гардиданд. дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи иттилоотии хабар. то барномаҳои дигар, хайр. барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.